شام بخیر دوستان ارجمند. طول 4 سال می شود که در فضای ورزش مملکت مؤسسه دولتی مرکز تکمیل اختصاص کارمندان ساحه تربیت جسمانی و ورزش فعالیت می کند که رسالتش بلند برداشتن کسبیت مربیان تاجیک می باشد و در طول 4 سال فعالیت فکر می کنم که آن رسالتی که برداشت داشتند تا جای عملی کردند و ما امروز تکیه می کنیم به فعالیت 4 ساله مؤسسه مذکور و برای صحبت دعوت نمودیم به استودیو دیرکتوری مرکز تکمیل اختصاص کارمندان ساحه تربیت جسمانی و ورزش شهباز اسکندر. خوش آمدید و استودیو ما و فکر میکنم که سال 2025 هم یک سیرکار هم بودید به قول تا جای اطلاع داریم متخصصان هم دعوت شدند و ما نخست شروع میکنیم از اونه که ببینید فعالیت 4 ساله مؤسسه در طول 4 سالی که مؤسسه فعالیت کرد من به چی دستاورد نایل شد و به نظر خود شما تا کدام اندازه در بلند برداشتن کسبیت مربیان سهمگذار شد مؤسسه؟ تشکر زیاد. ورزش نه تنها رقابت است و نه تنها مسابقه است، البته این مبارزه روح است، جسم است، عقل است، دانش است که ما باید به همه این سمت‌ها توجه ضروری داشته باشیم. خب مرکز تکمیل اختصاص در دوام همین 4 سالی که شما قید کردید زیاده از 70 کورس تکمیل اختصاص و 14 تا سمینارهای آموزشی با جلب متخصصان داخلی و خارجی تشکیل کرده شد و در این جریان زیاده از 3050 نفر مربیان و ورزشکاران را ما جلب کردیم، آموزش دادیم. در این میان البته متخصصایی که به مربیان و ورزشکاران و عموما کارمندان ساعت درس گفتند نه تنها از داخل کشور بودند، از خارج کشور بودند و باید گفت که امروز باید قید کرد که البته برای رشد ورزش سرمایه گذاری کردن شرط مهم است. البته این یک مدت دراز رو در بر میگیرد، 1 سال و 2 سال به نتیجه به دست نمی آید. ضرور است که 5 سال و 10 سال و 20 سال ما نتیجه گذاریم، فعالیت کنیم، بعدا نتیجهش به دست می آید. خب البته ما نیز در این سمت در دایره اون دستور سپرشویی که از جانب رهبریت عالی دولت و حکومت، از جانب رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش به ما داده شده بودند و آن مشکلات هایی که در ساحه ورزش کشور ما بود ما آموختیم، تحلیل کردیم و در این میان البته تجربه بین المللی را ما طی 3 سال است مورد تحلیل آموزش قرار دادیم. حدود 20 کشور دنیا را ما ترتیب تیار کردن ورزشکاران، نظام کاری ساحه ورزشی اونها را تحلیل کردیم، آموختیم، یک خلاصه یا یک نتیجه برای رشد ورزش در کشور نیز به خود تهیه کردیم. ورزش یک علم هست که نه فقط به تن سالم، روح سالمی یک شهروند کشور ما تاثیر میرساند، این به آبروی کشور ما، به ایمیج کشور ما، به روحیه مردم ما، به سرجمعی متحدی ملت ما تاثیر بسیار مهم دارد. از اینجاست که امروز از ورزش در توجه محوری سیاست‌های اجتماعی دولت و حکومت قرار دارد که البته این امکانیت را، این توجه ضروره ما باید مسئولین ثمرانه استفاده بریم. بله درست است، چون اشاره کردید در برابر آنه که متخصصان داخلی با شما همکاری میکردن، آنها را دعوت میکردید جهت سرخل دادن کسبیت مربیان ما. در این میان چندین متخصصان سطح بین المللی هم گفته دعوت گردیدند. ببینید بعد از آنه که متخصصان سطح بین المللی دعوت میگردند فکر میکنم اونجا یک خرج و یک مبلغ هم فکر میکنم صرف میشود و بعد از آنجا همین کورس های آموزشی آیا همین گونه یگان امور یگان تحلیل ها هست که تا کجا مربیان آموختن همین چیز رو، درک کردن همین سمیناری که از جانب متخصصان بین المللی بود و روند آموزش رو در مثلا مؤسسه های ورزشی به راه ماندن؟ بسیار یک سوال مهم دادید. باید گفت که ورزش هم مثل همین
اقتصاد است. مثلا یک سرمایه‌گذار میآید یک جا سرمایه‌گذاری میکند، خب درست. نتیجهش 5 سال پس 10 سال پس به دست میآید. ورزش هم عیناً همین چیز است. برای که ورزش در کشور رشد کند ما باید مربی را رشد بدیم. این شرط مهم رشد ورزش ما همین است. البته ما اینا درست و عمیق و دقیق و سری وقتی گفته و که ما درک میکنیم میفهمیم. درست. در این سمت هدفمندانه ما رفته ایستادیم. خیلی که شما قید کردید در برگزاری کورس‌ها ما نه فقط متخصصان داخلی را دعوت میکنیم، البته از خارج کشور دعوت میکنیم که واقعا هم خراجات زیاد دارد. مثال یک روزی کاری همون متخصص $300 تا $500 فقط این مبلغ مزد معاشش و قبل گنرر میگویم. جای خوب خوراک اینو دیگر. خب این مسئله است که تجربه بین المللی در تجربه بین المللی پذیرفته شده است. ما جزء جامعه جهانی هستیم، ما جدا ناپذیر نیستیم. البته ما بگیم امکانیت نداریم نمیشود، این دیگر در جامعه امروز قبول نیست. ما ملتیم، ما دولت داریم، باید مبارزه بریم برای پیشرفتمون. دیگر اون کلمه‌ای نمیشود، نمیتونم، وقتش نرسیده است، شرایط نداریم، این باید ما از لکسیمون دور کنیم دیگر. بنابراین ما در این سمت در برابر اونی که متخصصان داخلی را در کورس‌ها دعوت میکنیم، حتما از خارج کشور من دوام همین سال ما 6 متخصص از خارج کشور دعوت کردیم که حدود 1150 نفر مربیان و ورزشکاران رو ما آموزوندیم که البته اون نقشه که در پیش ما بود زیاده از 150% 160% هم اجرا بر زیاد اجرا شد که البته این نتیجه البته امسال نمی شود. این 2 سال پس 3 سال پس شاید می شود، چون که اینو مربیای ما اون دانش هایی که اون مهارت های کسبی که گرفتن اکنون در پروسس کارشون استفاده میبرن که اون کودکی که در اونجا اون ورزشکاری هست شاید 1 سال ده به این مطابق می شود، شاید 2 سال ده مطابق می شود که اون تاکتیک را، اون تکنیک را، اون قاعده را، اون اصول را، اون نمیدونم صدها چیزهای دیگر است که باید ورزشکار ما بآموزد که به نتیجه برسد. البته مقصد سوال هم همین بود که همین چیز یعنی زیر نظارت هست، زیر تعلیم هست. بله. خلاصه همین که اکثریت کشورهای دنیا بیشتر توجه میکنن به شعور ورزشکار را رشد میتن. مثلا همون مشقایی که اونا انجام میتن، مثلا من همین ایرانی از ایران ما یک متخصص دعوت کردیم. خب این متخصص واقعا هم سطح بلند جهانی بود. در کدام رشته؟ در رشته تایکواندو بود. مشقایی که اونا انجام میدادن، ما قسمت سحر با مربیات درسای نظریوی بود، قسمت نصف روزی بعد از نصف روزی باشد این با ورزشکاران و مربیان یک جایه بود. وقتی که من توجه کردم اون مشقایی که انجام داد اون متخصص بیشتر بر رشد فکرانی بچه‌ها روانه شده بود. بعد من چند مرتبه از وی پرسیدم که چرا شما با چی میگن قسمت‌های جسمانی رشد دادن جسم و تاکتیک و تکنیک کم توجه کرده ایستاده؟ اون کس 2 سخن گفتن. خب اول گفتن که خب در این سطح ما باید این برنامه‌ای که ما گذاشته ایستادیم در این سطح ما باید این اول گذاریم. خب این برنامه فدراسیون جهانی سطح دارد، سطح 1 2 3 4 5 لول 1 2 همین. بله. خب دویم مسئله جوابی که این کس داد گفت اگر ورزشکار شعور رشد کردن نداشته باشد وای در حالت ضروری همون نمیدونم اصول تاکتیک ضربه ها من اجرای ضربه در همون محیط درست اجرا کردن نمیتواند. این مهم است که اینا باید از جهت شعور رشد کنند. خب ما متخصصای داخلی رشد کردن نیز داریم در اینجا. خب پداگوژیک پسیکولوژی ما درس میگذاریم. خب در اونجا یک آموزگار هم داشتیم این نقطه را تاکید کرد که علم پداگوژیک میگوید که و کسایی که با ورزش مشغول میشوند اونو از جهت شعوری باید رشد کرده باشند.
این مسئله مهم است. ابن سینا نیز در یکی از کتابهایش میگوید که کسی که پیوسته به ورزش و راهگردی مشغول میشه و به طبیب نیاز ندارد. این مسئله است که ما باید توجه بیشتر کنیم. البته میفهمیم که چی است، عاقبتش چی است، نتیجهش چی است و چی باید برسیم. درست. شما اینجا در مورد یک گفتگو گذاشته در مورد پسیخولوژی، یکی از موضوع بسیار هم مهم که در ورزش ما براستی این چیز یعنی مشکلی هست. داشتن روانشناسی ورزشی در این سمت فکر میکنم که توجه ها هست از جانب مرکز تکمیل اختصاص. 2 سال اخیر از خارج کشور متخصص دعوت داریم. از فدراسیای روسیه ناتالیا ایوانова را من سال 24 در شهر دوشنبه زیاده از 220 نفر مربیان را ما دعوت کردیم، اونا آموختند. من این سال در شهر خوجند زیاده از 170 نفر مربیان و ورزشگران را دعوت کردیم، اونجا آموختند. خب چی است؟ پسیخولوژیا علمی است که پسیخولوژیای ورزش البته ما از جهت فیزیکی، تاکتیکی، تکنیکی شاید کار میکنیم، اما از جهت روانی کمتر، چون که متخصص کم نداریم، شاید بگیم خطا هم نمیکنیم. متاسفانه در کشور ما یگان دانشگاه و دانشکده‌های ما متخصص آماده نمیکنند و این باعث شده است که در این سمت ما مشکلی داشته باشیم. باید در اون سمتی که ما مشکلی داریم توجه شود، مشکلات چیکار کنیم، برطرف کنیم. البته هر مشکلات یک عامل خودش دارد، یک سبب خودش دارد، یک مکانیزم برطرف کردن دارد. خب اون چیزی که از دست ما میآید فقط دعوت کردن متخصصا هست. ما نمیتوانیم که 200 نفر خارجه برای خواندن آموزش پسیخولوژی فرستیم یا اینکه تروماتولوژی ورزش. ما نمیتونیم این کارو، اینجا مبلغ زیاد صرف میشود. اما میتونیم یک متخصص رو دعوت کنیم، 200 نفر را چیکار کنیم، فرض کردیم که آموزونیم که نتیجه به دست بیاید. اکنون 200 نفر در این مرحله کوتاه چگونه میتوانند که آموزش بگیرند؟ البته ما پیش از او که متخصص دعوت میکنیم، ما اون چیزی که میخواهیم و درسیت برای اون میگذاریم. برای ما این چیز مهم است. ما در این سمت مشکلات داریم، شما این سمت توجه بهتر، یعنی که اون برنامه مدولی که تیار میکنید حداقل 2-3 مدول تعلیمی اش به این سمت روانه باشد که اینو آموزن یک چیز گیرن. خب در مجموع گفتید علاقه 2 مرتبه دعوت گردید متخصص در مورد پسیخولوژی. فکر میکنم که اندک اکنون مربیان ما با این چیز وارد میشوند و با ایستگی البته میتوانند که همون چیزی لازمه رو برای خود بگیرند و در روند مسابقات بعد از پرورش خود آموزانند. زیرا امروز که ما متخصص نداریم که با ورزشکاران سفر بر کنیم، در نظر دارم روانشناسی ورزشی، خود مربی میتواند هم روانشناس باشد هم مربی از جهت تاکتیکی و تکنیکی شاگرد خود را آماده کند. خب وقتی که متخصصان بین المللی به تاجیکستان دعوت میگردند، کورس های تکمیل اختصاص، روند آموزش جاری کرده می شود. من میخواستم یک چیز را روشنی اندازید که همین ترتیب جلب مربیان چگونه می شود؟ آیا همه می تواند شرکت کند یا یگان روش دیگر دارد برای جلب مربیان که در این سمینارها بیایند شرکت کنند؟ روند یا ترتیب دعوت مربیان این خیلی است که ما میبینیم که افضلیت میتیم بیشتر جوانات، مکتب‌های مهارت عالی ورزشی ده، مکتب‌هایی که با نمودهای افضلیتناک ورزش امروز در کشور ما 11 نمود ورزش همچون نمود افضلیتناک وارد شده است. افضلیتناک یعنی همون نمودهایی که ما در عرصه بین المللی نتیجه داده میتونیم. خب بیشتر این سمت ما توجه میکنیم، نمودهای المپی ده. خب ما روی خط هست دعوت میکنیم که طریق SMS با تلفن وای می‌رود که شما فلان سنه باید از کورس گذارید. ما مکتوب با مکتب‌های ورزشی میفرستیم، اونو طریق الکترونیک دسترس میکنند. خب همون روزی که معین شده است کورس اومده میرسد، پورا دیگر وای در اختیار مرکز تکمیل اختصاص است. 10 روز، 12 روز، 6 روز. خب این بستگی از برنامه دارد و روش برنامه تعلیمی دارد که دوامناکیش یعنی که از این وابستگی. بله. البته ما در کشور ما امروز زیاده از 133 مکتب ورزشی است که
اینها شاید صدها شاید هزارها کلوب و تالارهای ورزشی را شما میگن در خود متحد میکنن. خب روی خطی هر یک مربی که در کشور ما فعالیت میکنن در دست ما هست. ما هر سال اینا را چیکار میکنیم؟ باز نو میکنیم، روی خطی نو میگیریم. ما پلتفرم الکترونی داریم که یعنی به قول روسا بازه دانش داریم که در باره هر یک مربی معلوماتی دقیق و عمیق هست. خب در وقتی دعوت کورس‌ها طبق قانونگذاری کشور ما چه است؟ در 4 سال یک مرتبه باید هر یک مربی از کورس گذرد. بله. خب ما امروز کوشش کرده ایستادیم که اگر امکانیت‌های مالیوی دست دهد، خب شرایط امکانات دست دهد، ما میتونیم که هر سال دعوت کنیم، چون که این علم است. ورزش هر روز در تغییر است. هر روز حتی همین تاکتیک هر مسابقه تغییر می‌یابد. اکنون ضرور است که ما این تاکتیک را بموزیم، خودمون تاکتیک ایجاد کنیم، تکنیک ایجاد کنیم. ما در سال 2026 نقشه داریم که پورا تمام کورس‌هایی که دایر می‌شود در همکاری با فدراسیون جهانی باشد. خب خیلی مهم است این روند. اکنون ما دیگر می‌خوایم بر عرصه بین‌المللی دیگر برآییم. من دوام همین سال ما از خارج کشور 6 متخصص خارجی دعوت کردیم که از اینها 3 نفرشان به واسطه یعنی که کارمند فدراسیون ورزشی جهانی بودند، یعنی که دستوردهنده فدراسیون جهانی بودند. 4 نفر بودند فدراسیون جهانی بودند، یعنی که به واسطه در آگاهی با فدراسیون جهانی به تاجیکستان آمدند. اکنون طی 4 سال است ما از خارج کشور دعوت کرده ایستادیم. خب هدف و مقصدمون اکنون بسیارتر شده ایستاده است. تجربه که زیاد شد، با نقشه و هدفها البته که زیاد می شود. خب روندی با آموزی مربیان و متخصصان تربیت ساحه تربیت جسمانی و ورزش، من فکر میکنم طور شما گفتید باید طور برآمونده شود که واقعا هم یک چیزی آموزند. زیرا ببینید بعد انجام هر کورس یا سمیناری سطح بین المللی که شما برگزار میکنید، مربیان شهادتنامه یا به اصطلاح دیگر هم سرتیفیکات میگیرند و اونها یعنی اثبات می شود که اینها از همین کورس گذشتن و رفته در منطقه های خود و جوانان نورسان می آموزانند. در صورت درست سر وقتی صرفا نرفتن موضوع، من فکر میکنم که با موفقیت خوب نایل شدن نمیتوانید. برای همین این چیز باید جدی‌تر زیر نظر گرفته شود. خب البته هر کجایی که کار است شاید اونجا هست کمبودی و نارسایی. اما در روند کاری شما چی مشکل ها پیش آمده است یا که در مجموع هست مشکلی که برای برطرف کردنش تلاش کنید؟ خب اکنون در هر جایی که کار است حتما مشکلی هست. این موضوعی هست که به بحث است، ما باید اعتراف کنیم. البته ما مشکلات داریم، اما مشکلات حل کردن می شود. کاری پرثمر حل میکنند. بله، فقط تلاش، آموزش، تجربه را در عملیه آمیخته کرده چیکار کنیم. ما باید که مشکلات را برطرف کنیم. البته ما در مرکز تکمیل اختصاص شاید که برای به سطح بین المللی برآمدن، خب مشکلات رقم 1 ما همین مشکلات متخصص است که باید در داخل کشور ما اینا را حل کنیم. مثلا من همین متخصصای خارجی که ما دعوت میکنیم، اونها یک گپ میگویند، ما باید اینا درک کنیم. میگن که مثلا ایرانی‌ها گفتند که ما یک متخصص ایرانی متخصص والیبال بود آوردیم، اون هم زمان دکتر علم‌های بیومکانیکی بود. اون کس گفت که شما اگر بخواید که همین نمود ورزش در کشورتان رشد کند، شما باید متخصصای داخلی را کوشش کنید که رشد بدهید. بله. ما برای رشد والیبال در کشور ما 20 سال پیش زمینه گذاری کردیم. این کار شوخی نیست. 20 سال پیش. اکنون من درک کردم که من چند سال اخیر ما متخصص دعوت میکنیم، اونا همه چیزا نمیگویند. معلوم است. اونا یک حد و حدود، یک دایره معین تا گپ میزنند. ورزش رقابت است، رقابت بین المللی. مثلا ما از کشور ازبکستان، از کشور ایران، از کشور روسیه، از عربستان، از فرانسه، خب چندین متخصص را اینجا دعوت کردیم. در هرچند که اونا اعتراف نمیکنن، لیکن
نمیگویند، همه چیز رو نمیگویند. اکنون این چی یا است؟ نمیگویند در مدت فاصله کوتاه نه نمیشه گفته. اون چیزی ضروری را نمیگویند. هیچ کشور نتیجه های علمیش با یک کشور دیگر نمیگوید. گوید همین تجربه که 10 سال پیش 5 سال پیش استفاده میکرد اون میگوید. بله. اکنون این سیرهای مخفی را ما باید آموزیم. اکنون زمان او رسیده است که ما در داخل این متخصصان را دیگر آماده کنیم. هدف ما این است از او جمع میاریم در اینجا حداقل ما همین واقعیت باید اعتراف کنیم. ما اطراف همین علم دور زده ایستادیم، داخلش در اومدن نمیتونیم. برای چی نمیتونیم؟ برای اون که در اینجا ما بازه علمی نداریم. ما یگون اینستیتوت علمی نداریم در ساحه ورزش تحقیقات برد. خب زمانی که اکنون مرکز تکمیل اختصاص که نخست است و یگانه است در داخل تاجیکستان، فکر میکنم که کار را شروع کرد. الکی 4 سال سپری شد. اگر ما در 4 سال نتیجه نگیریم، شاید در 5 6 سال و 10 سال فکر میکنم که ما میتوانیم که یک تغییرات در مربیان کشور داده باشیم. خب چند جمله در مورد نقشه های استراتژی که برای 2026 روانه کرده شما یک کم روشنی انداختید، اما با پورگی نه. تشکر زیاد. خب در مسئله نقشه های آینده باید همین رو بگویم که اکنون ما نیت همون است که در 4 سال آینده یک کنسپسیای نو تهیه کنیم. در زمینه این کنسپسیا بعد دیگر کورس‌هایی که ما تشکیل میکنیم به واسطه با فدراسیون جهانی، یعنی که در همکاری با فدراسیون جهانی باشد، یعنی که یک مشارکت سه جانبه، مرکزی تکمیل اختصاص، فدراسیون جهانی، فدراسیون ملی. اکنون هدف و مقصد ما چی است؟ البته میخواهیم که یکم این که از دیگر کشورها متخصص بیاید از فدراسیون جهانی. مثلا نگاه کنید، برای اون که یک سرتیفیکات لیول 1 و 2 و 3 و 4 گیرد، مربی ما چیکار میکنه؟ میره در دیگر کشور حداقل از 3 تا 10 هزار دلار مصرف خرج میکند، میرفته این سرتیفیکات میگیرد. اکنون ما میخواهیم که دیگر همه چیز در داخل شود. در 4 سال آینده ما میخواهیم همین در داخل تشکیل کنیم. نه فقط مربیای داخلی را بیاموزیم، بلکه مربیای خارجی را نیز از کشورهای همسایه نیز بگذار بیاد در اینجا بیاموزند. هم از جهت اقتصادی برای ما منفعتناک می شود، هم از جهت کاری ما رشد میکند. این یک طرف مسئله. دوم طرف مسئله این است که اگر فدراسیون ملی ما با ما همکاری کنند، ما نقشه‌مون است که مربیایی که از دیگر کشورها دعوت میکنیم اینجا بخونند، یعنی که کورس گذارند، اونها 3-4 نفر تا 5 نفر ورزشگر را با خود بیارن اینجا، یک بار ما مشق‌های دست جمعی تیار کنیم. مثلا وقتی که ما تجربه ازبکستان آموختیم، پیش از تمام مسابقات سطح آسیایی و جهانی و المپی، اینو مشق‌های دست جمعی بین المللی تشکیل میکنن. هدف چی است؟ هدفشون تاکتیکال تکنیکال ورزشگر ما را میآموزد. اون میدونه که احتمال در همون چی میگوین قراپرتو یا اینکه ژریفلوفکا مسابقه با هم تیمور رحیمو باور میافتاد. باید ما اینا جدی چیکار کنیم؟ بومزیم تو چند اندازه مهارت دارد، چقدر قسمت های چی میگوین وای دارد، انا منفی دارد که ما اینا آموزیم، یک تاکتیکای یا که کنتر برای این تیار کنیم. اکنون هدف و مقصد ما نیز همین است که آهسته آهسته این مسئله را عملی کنیم. ما امسال تجربه کردیم، مثلا من کورسی تایگواندو که تشکیل کردیم، مربی تایگواندو متخصص ایرانی دعوت کردیم، در برابر ورزشگران نیز دعوت کردیم. ورزشگران بسیار چیزا را باید اعتراف کنیم که آموختن. اکنون بعد میخوایم که همین تجربه را عملی کنیم دیگر. بله، تشکر. چون یک نتیجه داد. بعد این کورسی که ما تشکیل کردیم، من بازی‌های آسیایی در رفتن نتیجه گرفتن، بازی‌های کودکانه که در وای شد بحرین نتیجه گرفتن. این همون بود. نتیجه الکی برای ما عیان شد، چون که میشود. بله. سلامت باشید. ما مطمئن هستیم که باز هم متخصصان مربیان سطح کسبی در داخل تربیت می‌یابند و می‌توانند که بهترین ورزشکاران را آماده کنند و ورزش کشور از این هم باز
بیشتر رشد کند. سلامت باشید. تشکر که امروز با ما بودید. دوستان عزیز یادآور بشویم که ما پیرامون فعالیت مؤسسه دولتی مرکز تکمیل اختصاصی کارمندان ساحه تربیت جسمانی و ورزش صحبت کردیم. شهباز اسکندر دیرکتور مؤسسه مذکور مهمان ما بودند. خب با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیکستان، با امید آنه که باز هم پرچم کشور در مسابقه های بزرگتر بلند شود، ما اینجا برنامه خود رو به پایان میرسونیم. خیر.